بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ 43 ساله و مصائب خونین افغانستان از دیدگاه یک افغانستانی به وجدان و یک امریکایی و یک روسی با وجدان. دوستان عزیز و گرانقدر، در هر جایی که هستین خدا کنه که صحتمند، تندرست و خوشحال و در حفظ و پناه پروردگار متعال باشین. عزیزان گرامی، در رابطه با مصیبت خونین 43 ساله افغانستان چند نکته با وجود آشکار بودنش قابل تذکر است تا مقدمه باشه به این بحث ما، و او عبارت است که این جنگ چه وقت و توسط کی آغاز شد و در این 43 سال چه کسایی در این جنگ دخیل بودند و چه اسلحه‌ای را استعمال کردند و این چند مرحله داشت. تقریبا همه مردم افغانستان، تقریبا برازی میگم که بجز همو اطفالی که 4-5 سال عمر دارن یا تازه تولد شدن، دیگه همه مردم افغانستان و اکثریت همسایه ها و اکثریت مردم دنیا این حقیقت را میدانن که جنگ در افغانستان از 7 ثور 357 هجری شمسی وقتی آغاز شد که خلقی ها و پرچمی ها که جاسوس ها و مزدورای شوروی بودند کودتای ننگین و ابلیسی خود را علیه سردار داود خان رئیس جمهور قانونی وقت افغانستان آغاز کردند و او را با همه افراد فامیلش به شمول کودک شیرخوارش به شکل بسیار وحشیانه به قتل رساندند. و بعد از پیروزی این کودتای ننگین و این حقیقت دوم است که اینها به جان ملت افتادند و چنان دروازه های جهنم را برای مردم افغانستان باز کردند که سلسله قتل و کشتار مردم افغانستان یک لحظه هم توقف نکرد و 43 سال دوام کرد. در این 43 سال مصائب بیکران نصیب مردم افغانستان شد که همه ما و شما از او خبر داریم. و اما اطراف درگیر در این جنگ 43 ساله اگر از مداخله های همسایه ها بگذاریم، عبارت بودند از خلق و پرچم، مردم افغانستان، مجاهدین افغانستان، قوای شوروی و قوای کشورهای کمونیستی و طالبان و قوای امریکایی و ناتو. اینها همو قهرمانهای جنگ 43 ساله افغانستان هستند که در 43 سال در افغانستان جنگیدند. و از نگاه زمانی این جنگ به دو مرحله تقسیم میشه. مرحله اشغال مستقیم افغانستان توسط نیروهای خارجی که 9 سال و 53 روز قوای شوروی در افغانستان حضور داشتند و 20 سال هم قوای امریکایی که تقریبا 30 سال میشه و 13 سال دیگه اون مرحله است که در او نیروهای داخلی علیه هم دیگر جنگیدند. و ای که در این دو مرحله در کدام یکش مردم افغانستان بیشتر کشته شدند و جرم جنایت بیشتر صورت گرفته، طبیعی است که عقلم هم میگه که در همین ظرف 30 سال مردم افغانستان بیشتر تلف شدند بر از اینکه در این 30 سال اشغال مستقیم قوای زیاد در افغانستان وجود داشتن، اسلحه بسیار خطرناکی وجود داشتن. بنابراین پر واضح است که در مدت اشغال مستقیم جرم و جنایت بیشتری صورت گرفته و مردم افغانستان بیشتر تلف شدند. و اما در اون 13 سالی که داخلی ها با هم جنگیدن به علت کمبود اسلحه و کمبود جنگنده کشتار کمتر صورت گرفته و مردم افغانستان کمتر تلف شدند و جرم و جنایت هم کمتر صورت گرفته و یک چیز طبیعی و معقول است. در مورد مصیبت خونین 43 ساله یا 44 ساله افغانستان کتاب‌های زیادی نوشته شده، بحث‌های زیادی صورت گرفته، کنفرانس‌های بیشماری دایر گردیده، مصاحبه‌های متعددی انجام شده که بعضی‌ها جانبدارانه و بعضی‌های دیگه بی‌طرفانه بوده. بعضی اشخاص ممکن است در نوشته ها و در گفتارشان بعضی از حقایق را در مورد جنگ 43 ساله افغانستان کتمان کرده باشند و یا تغییر داده باشند، اما هیچ کسی جرأت نکرده که حقایق 43 ساله افغانستان را کلاً مسخ کنه و مسئولیت همین جنگ و کشتار را در این مدت طولانی به دوش یک گروه از همین گروه هایی که گفتیم در جنگ افغانستان دخیل بودن بندازه و بگوید که دیگرها هیچ مسئولیتی ندارن و هیچ کسی را در افغانستان نکشتن و جنایتی انجام ندادن. و به طور مثال بگوید که امیر روس ها و امریکایی ها در 30 سال اشغال افغانستان از هوا بر مردم افغانستان توسط طیاره های میگ 29 و سخوی و بی 52 و دیگه اسلحه کشندهشان غیر از بم اتم از هوا گل پاش دادن و غذا انداختن بر مردم افغانستان و در زمین برشان پل و پلچک و مدرسه و مکتب و مسجد و خانه و قریه و بازار و
فابریکه ساختن و کلا مردم افغانستان را در شعارهای تمدن و ترقی اینا روان نمودند. این را کس ادعا نکرده و ادعا هم کرده نمیتونه اگر وجدانی داشته باشه. این قسم به چشم مردم کلا خاک پاش داده نمیتونه. برای این کار کرده نمیتونه که همین قضیه 43 ساله افغانستان یک قضیه زنده و تازه هست. چیزی نیست که حتی 100 سال سر از او گذشته باشه یا 200 یا 300 سال که ما این را از تاریخ ها مورد بررسی قرار بدیم و بگوییم که فلان تاریخ در اینجا حقیقت نوشته و فلان تاریخ دروغ گفته و حدس بزنیم. اتو نیست، بلکه تاریخ این قضایا اذهان مردم افغانستان و مردم دنیاست و حافظه هایشان است. برای که در هفته ثور 1357 که فاجعه در افغانستان صورت گرفت، اکثر مردمی که امی مصیبت دیده بودن، امی آغاز جنگ کودتای خونین در اونجا شاهد بودن، اکثرشان هنوز هم در قید حیات هستند. اینها همو اوضاع در 43 سال یا به چشم سر دیدن یا از دیگران شنیدن و به می قسم کسایی که بعداً تولد شدن هم از پدرها و مادرها و از بزرگای خود این قضایا را شنیدن و همین چیز در مورد اشغال افغانستان توسط امریکایی ها هم صدق میکنه. بنابراین هیچ امکان نداره که در اینجا کسی حقیقتی را تحریف کنه. اگر کسای بر روی اغراض حزبی یا اهداف یا تحت تاثیر افکار و عقاید خاصی که داشتن، اگر برخی از حقایق تعریف کردن، باز کسای دیگه بودن که سر از اونا کتاب‌های دیگه نوشته کردن و گپای از اونا رد کردن، گفتن که شما در این قسمت دروغ میگین و ما شاهد بودیم که این مسئله به این شکل نبود، به این شکل بود. بنابراین این مسئله چون یک مسئله زنده است، یک مسئله تازه است، هیچ کسی در این قسمت نمیتونه که کلاً حقایق 43 ساله افغانستان را، جنگ افغانستان را مسخ کنه و دگرگون و وارونه جلوه بده. جز یک کسی که به وجدان ترین فکر میکنیم به وجدان ترین فرد تاریخ است که این به وجدانی را مرتکب شده. حال ما امو گپ از او را میشنویم اول و بعد برای شما او را معرفی میکنیم. حتما شما خودتان او را میشناسین، برای که دم به وجدانی و به وقاری و به حیایی بسیار مشهور است و اگر نشناختین با القابش او را به شما معرفی میکنیم و باز گپای ابلیسی از این را در مورد جنگ 43 ساله افغانستان مورد بررسی علمی و عقلی و تاریخی قرار میدیم. بشنوین گپایش. اولا دوستان عزیز، من یک آدم ساده لوده روی کوچه نیستم که بیایم ناقی دینی را که شما باور دارین مورد حمله قرار بدم. من قتل و کشتار را که 44 سال پیش چشم ما و 1400 سال پیش چشم تاریخ شده، ما این را رد میکنم. من نیست یک انسان. ما فریاد 3 میلیون کشته شده افغانه که الله اکبر گفته گردنشون جدا شده، ما او را گلو میشم، فریاد میکنم. ما در اینجا کدام چیز شخصی ندارم، نه در اینجا کدام رئیس جمهوری میخوایم، نه پیسه میخوایم، نه چیز از شما که شما مرا بگوین که البته به خاطر کار شخصی نه. پیش چشمتان افغانستان سعی کنید. این 44 سال خب کلگیش الله اکبر بود. همین دین راه نجات، پیشرفت، ترقی و انسانیت و صلح و صفا نیست. بله درست حد زدین دوستای عزیز. این همون پروفسور پوپنک خود ما و شماست که در نزد طرفدارای بیسواد، کودن، بیعقل و بیدینش، البته بیدین خودش طرفدارای خودم میگه که مثل ما بیدین هستن، میگه در نزد از اونا این پروفسور، دکتر، استاد بزرگ شفیع عیار است. پروفسور جهل، کودنی، بیسوادی، دکتر بداخلاقی، مکتب گریزی، مرغدزدی، لوچکی، کبوتربازی یا کفتربازی، قماربازی، سگبازی، کوچه‌گردی، کاندوم فروشی، استاد دروغگویی، مکاری، هیله‌گری، نیرنگ و خاک پاشیدن به چشم مردم. البته ما بعدتر ای و سرایی های ای ابلیس اسلام دشمن و وطن دشمن و وطن فروش را که خود را گلوی مردم افغانستان میگه، با طرز دید دو شخصیت از دو کشور اشغالگر یعنی شوروی معدوم و امریکا در ترازوی عقل و منطق می سنجیم تا ببینین که
این شخصی یا ابلیسی که در افغانستان تولد شده، نیم عمر خود را در اونجا سپری کرده و از نعمت‌هایی که خداوند در خاک افغانستان به ودیعت گذاشته استفاده ها کرده و از آب و هواش بهره ها برده، این چقدر با نهایت پستی و بی‌وجدانی دشمن وطن خود و گلوی استعمار و اشغالگراست. و این دو شخص دیگه که طبیعتاً میبایست گلوی اشغالگرا، حکومت‌های اشغالگر خود باشن و از اونها حمایت و دفاع کنن، میان و گلوی مردم افغانستان میشن و از مظلومات دفاع میکنن. بله این مطلب ما پسانتر مورد بررسی قرار میتیم، اما اجالتا درباره همین تعریف هایی که ابلیس مکار از خود میکنه میگیم که بله ما را قبول میکنیم که تو یک شخص ساده نیستی، بلکه تو یک ابلیس بسیار مکار، هیلگر، فتنه انگیز، دروغگویی که با گفتن میلیون ها دروغ به شکلی به چشم مردم خاک باش میتی و عقلهایشان را به استهزا میگیری که حتی شیطان حقیقی هم از استادی و مهارت تو در شیطنت و دروغگویی و مکاری تعجب خواهد کرد. ما حیران هستم به این گوساله هایی که گوسفندوار پشت تو روان هستند و تو عقل و منطق و فهم و دانش و وجدان و آبروی از اینا را کلش زیر سوال میبری که از یک طرف اینا را غول و احمق فکر میکنی و برشان گپی را میزنی که برای هیچ کس قابل قبول نیست و اونا قبول میکنن. مثلا این همی گپت که میگی در همی 43 سال همی 3 میلیون انسان با گفتن الله اکبر گردن زده شدن و هیچ کس دیگه در افغانستان بینی کس را در 43 سال خون نکرده و اینا میگن بله حضرت شفیع عیار تو راست میگی. و از طرف دیگه در ویدیوی 1262 اینها را در جمع مردم افغانستان حرامزاده قلمداد میکنی و باز هم در همین ویدیو اینها میگن که حضرت شفیع عیار پیغمبر عصر تو راست میگی. و این تعجبی نداره برای که همین طرفدارای تو امو خلقیا و پرچمیا و شعله‌ای ها، امو کمونیستای افغانستان یا امو بقایای اشغال شوروی و امو نواسای لنین و ستالین و مائو و مارکس هستن که در نزد از اینها قسمی که خدایشان میگه دین افیون ملت هاست، برای که دین علیه از اینا، علیه خرافات از اینا میجنگه، از این سبب دین افیون ملت هاست و اخلاق و حیثیت و آبرو و ناموس هم در نزد از اینا از تولیدات برجوازی و از خواص برجواها یا سرمایه‌داران است. از همین سبب تو اینها را هرچی که توهین کنی، هرچی که اینا را بیناموس بگویی، هرچی که حرامزاده بگویی، اینا خوش میشن، چک چک میکنن برات و برعکس اینها هم تو را حرامزاده اگه بگوین تو خوش میشی. ولی اینها در برابر ملت افغانستان، در برابر ملت مسلمان 40 میلیونی افغانستان، اینها که تعدادشان از 50-60 هزار زیاد نیست، همون خلقیا و پرچمی ها و نواسهای لنین و ستالین و مائو هستن، اینها در برابر ملت مسلمان افغانستان حیثیت خاص بروی بهره دارن. بنان اینها را هرچی که تو توهین کنی و حرامزاده بگویی، به شرف و ناموسشان توهین کنی، هیچ برشان به اهمیت است و هنوز خوش میشن و تو هم از توهین متقابل از اونا خوش میشی، ناموسای تانه قربان یکدیگر میکنین. اما من که فردی از امون ملت مسلمان و قهرمان هستم که دو ابرقدرت به زانو در آورد و برای دفاع از دینش، از خاکش و از ناموسش، همین ناموسش که تو به او تعرض میکنی، تو به او توهین میکنی و او را حرامزاده میگی، برای دفاع از ناموسش 5 میلیون 6 میلیون قربانی داد و خدایان روسی و امریکایی تو را ذلیلانه از خاکش بیرون کرد. این کار ملت کرد، نه فلان حرکت، نه فلان سازمان، نه فلان گروه، نه فلان جمعیت، نه فلان حزب. این را فقط ملت کرد و همین ملتی که با دارای انگلیسی تو را به می شکل ذلیل و خوار کرده از خاک خود کشیده بود. به نمایندگی از همین ملت قهرمان و با ناموس میگم که تو که ملت در ویدیو شیطانی 1262 خود توهین میکنی و او را حرامزاده میگی، این ملت هم حق داره که به تأسی از آیه کریمه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم بر تو و طرفدارایت بگوید که حرامزاده شماستین، حرامی شماستین، ولد زنا شماستین، بی ناموس و بی غیرت شماستین. شما ممکن است فرزندان نامشروع مائو بوده باشین، فرزندان نامشروع ستالین و لنین و مارکس و انگلس بوده باشین که بر از اونا ایمان دارین، در راهی از اونا روان هستین. اما این ملت در تاریخ نام داره، در ناموس خود، در غیرت خود، در حیای خود، در شرف خود، که کل از اینا را از اسلام گرفته و تحت بیرق اسلام ای در تاریخ نام داره و آزاده ترین ملتی است که در تاریخش غلامی هرگز وجود نداشته.
و امی خصوصیتی که ملت از اسلام گرفته، از تمسکش به اسلام ایره صاحب شده، امی چیز است که باعث خشم دلقک های مزدور مثل تو دیگران میشه و باعث خشم خدایان امریکایی و انگلیسی و روسی و چینی و دیگه خدایانتان میشه. اما من در مقابل تا نمو تعبیر قرآنی را به کار میبرم که پروردگار متعال میفرماید قل موتوا بغیظکم، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم که شما با خشمتان بمیرین، بترکین. اینمی اسلام است، اینمی ملت آزاده و مسلمان افغانستان است، اینمی دینش است که ایره آزاده نگاه کرده، ایره از غلامی نجات داده. و ای که تو و دلقک های مزدور دیگه و خدایانتان از این ملت به سبب مسلمانیش خشمگین هستین، به جهنم برین، به جهنم. این ملت اینمی قسم آزاده و سربلند باقی میمانه و شما غلامای حقیر و مزدور ارزش هرگز نمیته. و اما ای که میگی من پیسه به پول ضرورت ندارم، واضح است که تو به پول ضرورت نداری، برای که ادارات جاسوسی با درک ای که در وجود تو تمام خباثت ها، رذالت ها، بیدینی ها، بیشرفی ها، دروغگویی ها، پستی ها و شیطنت ها وجود داره، تو را استخدام کردن و فهمیدن که تو بهترین مزدور برشان شده میتونی که علیه اسلام تبلیغات کنی و هموز که جیبای تو را پر میکنن و تو علیه اسلام با گفتن اتو دروغ های بزرگ که هر کس هم میفهمه که دروغ است تبلیغات میکنی. و اما بخش دیگه گفته هاید که میگی من رئیس جمهور افغانستان نمیشم. جان بیا رئیس جمهور افغانستان شو، بیا مردم افغانستان چشم درد پشت تو میگردن. ملت آزاده، ملت با عفت، با ناموس، با غیرت که به سبب برای حفظ دین خود و ناموس خود و خاک خود میلیون ها شهید داد. این ملت آماده عزیز و چشم برای توست، چشم برای تو که در خوردی عفت خود از دست دادی، اخلاق خود را از دست دادی، ناموس خود را از دست دادی، غیرت خود را از دست دادی. این آماده عزیز و چشم برای توست که بیایی و رئیس جمهوری از او شوی. چقدر فکایی میگی تو یگان وقت. و اما این که میگی من یک آدم لوده کوچه و بازار نیستم، برعکس کسایی که تو را از خوردی پیشترم گفتم میشناختن، میفهمن که تو تمام عمرت در بد اخلاقی، در لوچکی، در کوچه‌گردی، در مکتب گریزی تیر کردی و اگر یک سال هم به شکل درست مکتب میخوندی در اون صورت اقدر بی سواد نمی بودی. ما گفتیم که از امی 1000 ویدیوی تو 1000 یا بیشتر ما 10,000 و بیشتر غلطی میکشیم و بر رویت میزنیم و تا حال تانستیم که از زمین ویدیوهای شیطانی و مزخرف و مسخره تو صدها غلطی را کشیده و بر رویت بزنیم و تو تا حال نتانستی، جرأت نکردی که بگویی که نه فلان جای شما اشتباه کردین، ما اشتباه نکردیم، غلط نیست این موضوع. و خپ خود زدی، خپ خود میزنی چون گپ برای گفتن نداری در این قسمت. و اما مسخره ترین و رسواترین بخش تعریفت از خود در این قسمت ایست که تو میگی ما به حیث یک انسان گلوی 3 میلیون انسانی میشم که با گفتن الله اکبر گلوهایشان بریده شده. این ادعای تو ادعای یک شیطان است، یک دروغ بزرگ یک شیطان است. به حیث یک انسان توی گپ نمیگی، تو انسان نیستی. گپ انسانها را، قضاوت انسانهای واقعی را که از امریکا و روسیه هستند ما پسان نقل میکنیم. این یک ادعای شیطانی و یک دروغ بزرگ شیطانی توست. اما این که تو میگی 3 میلیون، نه، قربانی های خدایان روسی و امریکایی تو بیش از 5-6 میلیون است. تو بسیار کم گفتی و با می تعداد هم معیوب و با می تعداد هم بلکه 2 برابر از این آواره. ما از تو ابلیس مکار که خود را انسان میگی به حیث یک انسان میپرسیم که آیا به اندازه یک اتم، دانشمندان میگن که در سر یک سوزن میلیون ها اتم قرار داره، آیا به اندازه یک اتم وجدان، انسانیت، شرم، حیا، اخلاق نداری؟ آیا کل از این چیزها را وقتی که در خردی، در جوانی عفت خود را از دست دادی، اینها را هم از دست دادی؟ آیا وقتی که در کشور خدایان خود رفتی، در اونجا وقتی که دین، ایمان،
حیثیت، انسانیت، کل چیز خود را فروختی، این چیزها را فروختی و به یک شیطان مطلق تبدیل شدی که علیه اسلام و انسانیت و ملت خود تبلیغات کنی. ما از تو شیطان پرسان میکنیم که آیا تو میتونی منکر 30 سال اشغال افغانستان توسط روسا و امریکایی ها شوی؟ هرگز نه. ولو که بخوایی که افته و با 2 انگشت پد کنی، ولو که هر چقدر به شیطان مطلق تبدیل شوی، باز هم نمیتونی این حقیقت انکار کنی. خب در این 30 سال اشغال افغانستان، اشغال مستقیم افغانستان توسط خدایان روسی و امریکایی که جز بم اتم تمام اسلحه و زرادخانه خود را در افغانستان از خود و از همپیمانانشان را در افغانستان آورده بودند، با صدها هزار عسکر مجرب در آدمکشی، در اشغال، در قتل و در تخریب. آیا اینها طیاره هایشان در افغانستان در 30 سال از فضای افغانستان برای مردم افغانستان گل پاش میدادن، غذا توزیع میکردن؟ آیا در زمین هم قسمی گفتیم برشان پل و پلچک و مسجد و خانه و قریه و شهر و بازار و فابریکه میساختن؟ آیا خود اشغالگرا، خود خدایانت که به جرایم خود اقرار میکنن، اعتراف میکنن، اونا دروغ میگن و تو راست میگی؟ آیا تیاره های امریکایی و ناتو و قبل از او تیاره های روسی که بدترین بمها را، بمهای خوشه‌ای، بمهای ناپالم و دیگه بمهایی را که از نگاه قوانین بین المللی این جرم است که علیه انسانها، علیه شهرها و قریه ها استعمال شود، اینها وقتی که این بمها را استعمال میکردن علیه مردم افغانستان، علیه زنها و اطفال که اونها را صدها تای از اونها را در یک بمبارد به خاک و خون میکشیدن و تکه تکه میکردن، آیا اینها در وقت این بمباردهای وحشیانه الله اکبر میگفتن؟ آیا یک کمک وجدان بر باقی نمانده؟ آیا کاملا به یک شیطان مطلق و یک ابلیس بسیار پلید و نجس تبدیل شدی؟ ما حال این اراجیف تو را که وطن و ملت خود را محکوم و اشغالگرا را تبرئه میکنی با نظر پروفسور نوم چامسکی که برعکس تو که پروفسور جهل و دروغگویی و شیطنت هستی، او پروفسور علم و دانش و بزرگترین دانشمند امریکا در شرایط فعلی هست، مقایسه میکنیم تا مردم ببینن که تو چقدر، تو که خود مردم مربوط افغانستان میدانی و خود را گلوی مردم افغانستان قلمداد میکنی، چقدر پست و پلید و وطن فروش و خائن هستی، و این پروفسور دانشمند چقدر منصف و چقدر حقیقت بین است که در پهلوی حق و حقیقت و مظلوم‌ها ایستاد بشه. پروفسور نام چامسکی استاد زبانشناسی، فیلسوف، دانشمند علوم ادراکی و منطق، مورخ، نقدنویس، تحلیلگر سیاسی است و بیش از 100 کتاب نوشته و در سال 2005 در یک همه‌پرسی لقب روشنفکرترین روشنفکران جهان را گرفته. این پروفسور بزرگ در آغاز حمله بوش بر افغانستان و عراق، در وقتی که بوش غر میزد که من افغانستان و عراق اشغال میکنم و نابود میکنم، در امو وقت یک مقاله نوشته کرده به نام جنگ جدید علیه ترور که ایره یک مترجم به نام فریدون گیلانی که فکر میکنم مترجم افغانی است ترجمه کرده. ما بخش های از این مقاله را بر شما میخوانیم و همین قسم در بعد از فرار امریکایی ها از افغانستان هم این پروفسور یک مصاحبه با یک خبرنگار انجام داده که بخشای از او را هم خدمت شما تقدیم میکنیم. این مترجم در مورد شهرت و درباره موقفگیری های پروفسور نوام چامسکی میگه مجموعه تحلیل های نوام چامسکی به ما میگوید که برای امریکا به خصوص پس از جنگ جهانی دوم قدرت نمایی، توسعه طلبی اقتصادی، دخالت های سیاسی و جنگ افروزی، تولید تروریست و حکومت ها و جریان های تروریستی ابزار و امکان ادامه حیات و گسترش امپراتوری جدید جهان است. و چند سطر پایینتر میگه رابطه مستقیم با مردم و اقبالی که آگاهان جهان نسبت به اون نشان دادند چامسکی را به صورت یکی از شخصیت های نادر نیمه دوم قرن 20 و سالهای آستانه قرن 21 در آورده است. ما به این مترجم محترم میگیم اگر پروفسور نوام چامسکی به سبب با وجدان بودن و راستگوییش به شخصیت نادر قرن 20 و 21 تبدیل شده باشه، پروفسور پوپنک ما یعنی استاد بزرگ شفیع عیار در بی‌وجدان بودن و دروغ‌های شیطانی بسیار بزرگ و بسیار خنده‌آور و مسخره‌اش به شیطان نادر تمام قرون و تاریخ بشری تبدیل شده.
به هر حال این شما و این بخش های از جنگ جدید علیه ترور در مورد افغانستان، مترجم میگه که این تحلیل جامع در اصل سخنرانی او در مجمع تکنولوژی و فرهنگ است که در 18 اکتبر سال 2001 ایراد شده و نخستین بار به صورت نوشتاری در شماره 73 نشریه سخنگو یعنی The Spokesman که به وسیله بنیاد صلح برتراند راسل در لندن منتشر می شود چاپ شده است. پروفسور نام چامسکی در مورد بمباردمان افغانستان توسط بوش تحت عنوان همکنون چی میگذارد میگه گرسنگی 3 تا 4 میلیون انسان. از اوضاع و احوال همین حالا شروع کنیم. موضوع بحث من شرایط کنونی افغانستان است. بنابر گزارش نیویورک تایمز 7 تا 8 میلیون افغانی در آستانه مرگ از گرسنگی قرار گرفتند. این جمعیت کلان فقط توانسته بود با کمک‌های بخورنمیر نهادهای بین المللی زنده بماند. از مجله تایمز 16 سپتامبر 2001 برایتان نقل میکنم که ایالات متحده از دولت پاکستان خواسته بود جلو حرکت کاروان کامیون‌هایی را که برای مردم عادی غذا و تدارکات می‌بردند بگیرد. روز بعد از اعلام این تصمیم من به پای رادیوهای اروپایی بودم. یادم نیست از ایالات متحده و اروپا صدای علیه تصمیم به کشتار دست جمعی میلیون ها انسان از گرسنگی در آمده باشد. تهدید به حمله نظامی که درست پس از 11 سپتامبر صورت گرفت حتی برنامه‌های نهادهای بین المللی کمک‌های انسانی و کارکنانشان را در افغانستان چنان فلج کرد که اغلب ناچار به ترک منطقه شدند. باز هم گزارش از نیویورک تایمز را نقل میکنم که از قول یکی از فعالان امدادرسانی برای تخلیه مردم نوشته است آوارگانی که پس از سفری طاقت فرسا توانستند خود را از افغانستان به پاکستان برسانند میگویند که با تهدیدهای ایالات متحده به حمله نظامی نومیدی و ترس چنان به جانشان افتاده که زندگی فلاکتبارشان تبدیل به فاجعه بالقوه شده است. پروفسور چامسکی ادامه میده با آغاز بمباران ها کار توزیع مواد غذایی به کلی معلق شد. این فعالان دوباره کار خود را از سر گرفتند منتها در سطح بسیار محدود و کند. بمباران به کار این نهادها لطمه جدی زد. آنان ریختن پاکت های غذا از هوا را محکوم کردند و مدعی شدند که این عمل اساساً تبلیغاتی است و ضررش بیش از فایده اش است. این مسئله را تایمز مالی لندن عنوان کرد. اما داستان ادامه دارد. پس از نخستین هفته بمباران نیویورک تایمز در صفحه آخر خود لابلای خبر دیگر نوشت که بنا به محاسبات سازمان ملل به زودی 7.5 میلیون افغانی در بحران شدید نیاز به یک قرص نان قرار خواهند گرفت و فقط چند هفته با آغاز زمستان سخت باقی مانده است که در آن صورت رساندن غذا به بسیاری از نقاط اصلا غیر ممکن خواهد شد. حتی در این صورت هم با فرو ریختن بمب‌ها چنین امکان 50% کاهش خواهد یافت. این محاسبه رسمی به ما میگوید که فرهنگ غربی در قتل عام 3 تا 4 میلیون انسان و شاید هم بیشتر شرکت مستقیم دارد. در همان روزی که این برآورد اعلام شد رهبر تمدن غربی بار دیگر با بی‌تفاوتی از کنار قضیه گذشت و با نادیده گرفتن محاسبه سازمان ملل تقاضای مذاکره برای تحویل دادن هدف مورد ادعا اسامه بن لادن به ایالات متحده را کرد و خواست تا برای اجرای کاپیتولیسیون کامل اسناد و شواهد مورد ادعا شکل مادی به خود بگیرند. تقاضای او رد شد. در همان روز نماینده ویژه سازمان ملل که مسئول غذارسانی با آن میلیون ها گرسنه در شرف مرگ بود از ایالات متحده درخواست کرد تا برای نجات جان میلیون ها قربانی بمباران را متوقف کند. تا جایی که من اطلاع دارم این درخواست انعکاس مطبوعاتی پیدا نکرد. سازمان های کمک رسانی مثل آکسفام و امداد مسیحی و دیگران به درخواست نماینده سازمان ملل پیوستند. در نیویورک تایمز هیچ خبر و گزارشی در این مورد پیدا نمی کنید. فقط نشریه بوستون کلاب بلای خبر دیگری که مربوط به کشمیر بود چند سطری در این باره نوشته بود. پروفسور نام چامسکی نتیجه گیری میکنه و تحت عنوان قتل عام خاموش میگه بسیار خوب، می توانیم ادامه بدهیم. این همه به ما میگویند که چه اتفاقی دارد میافتد. به نظر می رسید اتفاق در شرف وقوع نوع قتل عام بی سر و صدا باشد. این شناخت ضمناً به ما امکان میدهد نگاهی به درون فرهنگ نخبه بیاندازیم، فرهنگی که ما بخشی از آنیم. این نگاه به ما میگوید اتفاقی دارد میافتد که شاید ما هنوز کم و کیفش را ندانیم، اما آنچه معلوم است این است که نقشه ها را کشیدند و برنامه هایی را که در چند ماه آینده به قتل عام میلیون ها انسان راه میبرد ریختند.
بدون تفسیر و بدون فکر خاصی در مورد آن هم برنامه‌ریزی کردند. یعنی اینکه این طرح چی اینجا در ایالات متحده یا در اروپا امری عادی تلقی شده است. خب جناب پروفسور پوپنک، حضرت شفیع عیار، اینی انسان فرهیخته، ای دانشمند بزرگ، گلوی میلیون ها زن و مرد و طفل و پیر و جوان و بیچاره هایی است که در افغانستان در ظرف 20 سال اشغال افغانستان توسط خدایان تو بوش و بلیر به خاک و خون خفتند و اجسادشان توسط بمب‌های خونریز و بمب‌های ناپالم و بمب‌های خوشه‌ای و اسلحه مدرن باداران تو تکه تکه شد. این گلوی انسانیت است، گلوی وجدان است، گلوی اونایی است که بر سرشان خدایان تو در عروسی ها بم انداختند و عروس و داماد و همه کسایی که در عروسی حاضر بودند به خاک و خون خفتند. و چه بسا مثالش از ده ها و صدها مثال در افغانستان در ظرف 20 سال و پیش از او در وقت اشغال افغانستان توسط خدایان روسی تو هم وجود داره. این گلوی کسایی است که به حضور خدا در مساجد به عبادت مشغول بودند که به سرشان خدایان تو بم ریختند، البته با گفتن الله اکبر، این را باید فراموش نکنیم، با گفتن الله اکبر بم ریختند و اونا را به خاک و خون کشیدند و به خاکستر مبدل کردند. این گلوی انسانیت است، این گلوی آدمگری است، این گلوی وجدان است، این گلوی حق و حقیقت است، برعکس تو که گلوی شیطان است، گلوی ابلیس دجال و گلوی دروغگویی، مکاری، فریبکاری، شیطنت و هر چه فساد و بدی است. تو گلوی بی‌وجدانی است، تو گلوی همه بی‌وجدان هاستی، تو گلوی او بی‌وجدان ها و کودن ها و احمق های هستی که مثل گوسفند پشت تو روان هستن و بابا میگن و هرچی که تو بگویی برشان امور قبول میکنن ولو که بدترین دروغ هم بوده باشه. تو گلوی الحاد، کمونیسم، خداناباوری، وطن فروشی و جاسوسی و ادارات جاسوسی هستی. این دانشمند بزرگ در امریکاست و تو هم در امریکاستی. اگر مرد هستی برو پیشش و بگو که پروفسور نام چامسکی شما در اینجا اشتباه میکنین. در افغانستان امریکایی ها و انگلیس ها بینی کسر هم خون نکردن، اگرچه تیاره هایشان بمباردم کرده باشه، او تیاره هایی که بمبارد میکردن اونها مربوط به اونایی بودن که الله اکبر میگفتن و او تانکایی که فایر میکردن اونها مربوط به کسایی بودن که الله اکبر میگفتن، نه مربوط به خدایان ما بوش و بلیر. اگر تو در پیش از او بری و همین قسم طبعا اینمی قسم یک گپ میگی، در اون صورت تو خواد دیدی که تو به شکل یک موش بسیار حقیر و بسیار پلید در چشمان یک شیر تبارز میکنی و نظر به برداشتی که ما از شخصیت شیطانی و پلید تو داریم یقین کرده میتونیم که تو امکان داره همین ادارم بکنی و بگویی که درست است که بوش و بلیر با مزدور خود پرویز مشرف گفتن که جلو قافله مواد غذایی را به افغانستان بگیر بان که 7-8 هزار نفر از گشنگی بمرن، ولی اونها با گفتن الله اکبر هم این کار کردن. پس الله اکبر ملامت است، نه بوش و بلیر. و همین قسم تیاره های امریکایی و انگلیسی و ناتو که بر افغانستان در سر تا سر افغانستان هزارها بم، صدها هزار بم انداختن و صدها هزار میلیون ها زن و طفل و کودک کشتن، اونا با الله اکبر گفتن همی کار میکردن. و باز وقتی که اونها میلیون ها زن و کودک و پیر و جوان را تکه تکه کردن اجسادشان را، اون کسایی که الله اکبر میگفتن اونا آمدن و همون اجساد جمع کردن، اونها را با هم پیوند دادن و دوختن، بعد گلوی از اونها را پیدا کرده و گلویشان را بریدن. تو از این شخصیت شیطانی و پلیدی که تو داری امکان اینمی قسم ادعا هم وجود داره، تو میتونی همین قسم هم ادعا کنی. به هر حال میاییم به مصاحبه پروفسور نام چامسکی که او مقاله را قسمی که گفتیم در ابتدای حمله امریکا به افغانستان نوشته بود و این مصاحبه را در وقت در بعد از فرار امریکا از افغانستان انجام داده و عنوانش است بوش به بهانه جنگ علیه تروریسم مسلمانان را تباه کرد. در مصاحبه‌ای که با مناسبت گذشت 20 سال بر حادثه سپتامبر تحلیلگر و ژورنالیست امریکایی سی.جی. پولیکرونیو با متفکر و فیلسوف امریکایی نوام چامسکی انجام داده، در آن چامسکی میگه جنگ علیه ترور که آن را ایالات متحده امریکا به پیش میبرد
در جهان بسیار نابودی آورد و نتیجه جنگی که 20 سال ادامه پیدا کرد و در نهایت به بازگشت دوباره طالبان به قدرت انجامید در جبهات متعددی مصیبت بار بود. چامسکی در پاسخ این پرسش که آیا اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو با قوانین جهانی هماهنگی داشت گفت آیا آمریکا گاهی به فکر ساختن دولت در افغانستان بود؟ چامسکی افزود تصمیم جنگ علیه تروریسم که جورج دبلیو بوش آن را اتخاذ کرد باعث ذبح صدها هزار نفر شد و میلیونها انسان را آواره ساخت و ویرانی گسترده‌ای به وجود آورد و نتیجه مستقیم این اقدام بوش این است که اینک افغانستان و عراق از بدبختترین و بیچاره‌ترین کشورهای دنیا هستند. چامسکی از اینکه جرایم امریکا در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم به شکل خوب و به حد کافی پنهان کرده شد تعجب کرد و همین که گواهی کارمند شجاعی در دفتر تحقیقات فدرالی که از وظیفه‌اش مبنی بر نابود ساختن مسلمانان سرخورده و غمگین بود آشکار گردید و او فیصله کرد که اسناد مربوط به این جنایات را افشا کند و به زندان برود. جزایش همان کیفری بود که در انتظار افشا کنندگان جرایم دولتی است و نه جنایتکارانی که مورد احترام هستند مانند این ابله یعنی بوش. در این جنگ تجاوزهای خطرناکی بر آزادی‌های مدنی و حقوق انسان هم وجود داشت که در برخی موارد وحشتناکی آنها خارج از توصیف است، مانند زندان گوانتانامو که تا هنوز زندانیانی که در آنجا تعذیب شدند و هنوز هم بدون محاکمه و بدون وارد کردن اتهامی بر آنها زندانی هستند و تعذیب‌ها در آنجا خیلی وحشتناک بودند و بدتر این که اکثر زندانیان آنجا از مردم عادی تماشاگر میباشند. چامسکی میگوید پیش از 11 سپتامبر امریکا روابط خوبی با طالبان داشت، اما بعد از 11 سپتامبر حتی بدون اینکه تظاهر به ارائه ادله مطلوبه مبنی بر اینکه القاعده این حملات را انجام داده خواستار سپردن بن لادن شد، اما همین که طالبان موافقه کرد واشنگتن نپذیرفت. بنابراین این اشغال افغانستان نه تنها نقض قوانین جهانی بلکه دردسری برای واشنگتن هم بود و هیچ گونه مصداقیتی نداشت. اضافه بر این دلایل زیادی وجود دارد که افغانستان و القاعده اهمیت زیادی برای بوش و چینی و رامسفلد نداشتند، بلکه چشمانشان به بازی دیگری خیره شده بود که او عبارت بود از تسلط بر عراق که این گام اول بود و در قدم ثانی تسلط بر کل منطقه. بله ایست نظر یک انسان با وجدان، یک کسی که وجدان داره، یک کسی که علم و دانش داره و اوست اراجیف تو که نه دانش داری و نه علم داری و نه وجدان داری، تو باز هم با بیوجدانی بیا و بگو که در این 43 سال خو غیر از الله اکبر دیگه چیزی در افغانستان گفته نشده. اما جنایات و جرایم روس‌ها در افغانستان در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و پیش از او در کودتای ننگین 7 ثور به حد زیاد و بیشمار و به حد ننگین و سنگین است که مثل آفتاب به همگی روشن است و هیچ کس او را منکر شده نمیتونه و حتی خود روس‌ها در قسمت جنایاتشان در افغانستان بعد از فرارشان از افغانستان کتاب‌های زیادی نوشتند که از او جمله یکی کتاب در پشت پرده های جنگ افغانستان است که الکساندر مایوروف نوشته کرده که این آدم در زمان ببرک کارمل مشاور ارشد نظامی روس‌ها در افغانستان بوده و حاکم افغانستان و حاکم ببرک کارمل هم بود و ما از کتاب از او امو جنایات عساکر روسی را که در یک خانه در جلال آباد داخل شدن تا ای که با افتخار انقلاب 7 ثور یک گوسفند دوزی کرده و کباب کرده بخورن و بعد در اونجا به سر زنا تجاوز کردن و بعد اجسادشان در دادن، این را در برنامه‌های قبلی گفته بودیم و از همین کتاب ما ذکر کرده بودیم. و دیگه کتاب طوفان در افغانستان است که او را الکساندر لیاخوفسکی در 2 مجلد نوشته کرده و دیگرش ارتش سرخ در افغانستان است که این را بوریس گروموف نوشته کرده و دیگه جنگ در افغانستان است که این را هم گروهی از دانشمندان تاریخ نظامی فدراسیون روسیه این را نشر کردن. به هر حال کتاب های بیشمار روس‌ها در این قسمت خودشان نشر کردن و خودشان به جرایم و جنایات خود اعتراف کردن و ما تنها از کتاب در پشت پرده های جنگ در افغانستان 2 صفحهش 2 موردش میخوانم تا شما خودتان قضاوت کنین که در افغانستان روس‌های جنایتکار چه جنایات بزرگی را انجام دادن و حال همون کسایی که
از اینها کمک وجدان داشتن میان خودشان اعتراف میکنن، اما این به وجدان پست پلید شیطان خبیثی که خود را مربوط افغانستان میدانه میگه که نه روس ها جنایتی در افغانستان انجام دادن نه امریکایی ها، بلکه اینها همون مسلمان ها بودند که با گفتن الله اکبر گردن 3 میلیون انسان را در افغانستان بریدن. این ما از زمین کتاب در پشت پرده های جنگ افغانستان از الکساندر مایوروف 2 مطلب نقل میکنم تا شما ببینین که در افغانستان روس‌ها چه اسلحه خطرناکی و چقدر سازوبرگ نظامی قوی داشتند و بعد خود از اینا چه قسم جنایاتی را انجام میدادند و خودشان باز اظهار پشیمانی میکردند. بعضشان، البته کلشان نه، برای که کلشان مثل از می پروفسور پوپنک ما بی وجدان بودند. این نوشته میکنه در صفحه 24 این کتابش به نام پرده هفتم، میگه که در عملیات ها نزدیک به 80,000 نفر از نیروهای مسلح شوروی و 120,000 تا 140,000 نفر از ارتش افغانستان اشتراک می‌ورزیدند. برای پشتیبانی از آنها در نبردها نزدیک به 190 فروند هواپیمای جنگنده و تا 250 فروند جنگنده بمب افکن و تا 115 فروند چرخدار سهم می‌گرفتند. نزدیک به 70 بطری توپچی روی گروه‌های مقاوم دشمن‌ها پیوسته آتشباری می‌کردند. برای تحکیم پیروزی در هر نبردی تا 6 گردان زیر پوش، یعنی تانک که شمار تانک‌هایشان به 180 دستگاه تی 55 می‌رسید، در آماده باش در ذخیره به سر می‌بردند. این قسم اسلحه را وقتی که در روس‌ها در افغانستان برده بودند، با این تعداد عساکر و ارتش بسیار رزمنده و جنگجو، آیا اونها در این عملیات خود مرتکب جنایت علیه مردم ملکی و مردم بیچاره افغانستان نمی شدن؟ یقینا که می شدن. امی آدم خودش، امی مشاور نظامی، در جای دیگه به می جنایاتشان اشاره میکنه. میگه که روزی در میانه دسامبر 1980 پس از وارد آوردن ضربات پیروزمندانه شکاری، بمب افکنها روی گروهبندی دشمنها در استان نیمروز نزدیک روستای خاش، ژنرال سافرونوف سراسیمه آمد و گزارش داد. گفت که عملیات به پایان رسید و افزود ما جنایتکار هستیم و در گام نخست من. سافرونوف بسیار پریشان و ناآرام بود. کوشیدم اندکی او را آرام سازم. جنگ اصلا یک جنایت است. نه. بیدرنگ از جا برخاست و بدون اجازه دفترم را ترک گفت. در شگفتی اندوهباری اندر شدم. پسانتر هنگامی دانستم دلیل پریشانی او چی بود که چرمیخ گزارش داد. ناحیه خاش را با بمب‌های سوزنی بمباران کردند. مترجم نشته میکنه که شاید منظور از بمب‌های شیمیایی یا میکروبی باشد. این میگه ابله‌ها. چرمیخ گفت از این هم بدتر. گفتم دیگر چه؟ گفت که در سفیدکو آنها کاریزها را ویران کردند. دشمنها در کاریزها سنگر گرفته بودند. آنجا آنها بمب‌هایی با انفجار حجمی به کار گرفتند. خشم و انزجار سراپایم را فرا گرفته بود. بیدرنگ با مارشال آکارکوف تماس گرفتم. مارشال آکارکوف با اندوه گفت سوگمندانه چیزی از دست ما بر نمی آید. این فیصله بالاست. بله، از امو بالا کمونیستای بالا رهبرای خدایانشان امر میکردند به کشتار مردم افغانستان. گفتم مگر این کار را کنوانسیون گاهاک منع کرده است؟ شما میتوانید، او گفت که شما میتوانید به دادگاه بین المللی گاهاک مراجعه کنید. برایتان آرزوی موفقیت دارم. سرش ریشخندی میکنه. این پروفسور پوپنک. اینها روس ها هستن و او هم امریکایی. اینها میگن که روس ها میگن ما خود ما در افغانستان مرتکب جرایم و جنایات شدیم و امریکایی ها میگن ما در افغانستان مرتکب جنایات و جرایم شدیم و حکومت ما این جنایات و جرایم انجام داد. ولی تو با نهایت بی‌وجدانی میگی که نه، در افغانستان خود مردم افغانستان، خود مسلمان ها بودن که جنایت انجام دادن. لعنت خدا بر تو و به مثل تو شخص بی‌وجدان.